اصلا حرف زدن نشانه دوست داشتنه. من میشینم باهات که مشکلمو حل بکنم، باهات حرف میزنم که مشکلمو حل بکنم، چون دوستت دارم. دقیقاً. اگه دوستت نداشته باشم برات وقت نمیذارم، اگر دوستت نداشته باشم خودمو در بوته آزمایش نمیبرم، اگه دوستت نداشته باشم حرفایی نمیزنم که احساس میکنم ممکن از من ناراحت بشی. دوست میگه، دشمن میگه میخواستم بگم بهت. وقتی که زمین خوردی میاد میگه میخواستم بهت بگم. صاف تو چشاش نگاه کن، بگو به خاطر این موضوع ازت ناراحتم. ببینید حرفای نصف نیمه کارو خراب میکنه. پریروزا داشتم نگاه میکردم، اگه در نمکتون شل باشه میریزی و خراب میکنه، شور میکنه، تموم میشه میره. ولی اگه در نداشته باشه حواست هست یا درش صفر باشه به اندازه نمک میزنی. حرفای نصف نیمه مثل اون در شل نمکتون شور میکنه، رابطه رو خراب میکنه، میره.